خدا خیرتون بده جوونا. کاری نکرد. حسن گوشیم جامونه یا خونه‌شون؟ جدی میگی؟ از دور بزن. وقتی برگشتیم طول کشید تا در رومون باز کنه. رفتار پیرمرد خیلی عجیب شده بود، انگاری اصلا دوست نداشت ما وارد خونش بشیم، اما به خواهش زیاد بالاخره اجازه داد که ما وارد شیم. به محض ورود با صحنه عجیبی مواجه شدیم. همه مایحتاجی که برای پیرمرد برده بودیم رو به 2 قسمت تقسیم کرده بود. علت رو که پرسیدیم دستمون رو گرفت و برد در خونه یکی از اهالی محل. گفت این کارگر از کار افتاده‌ایه که هیچ درآمدی نداره، تازه چند تا بچه قد و نیم قدم داره. مدت هاست نیت کردم روزی که برام رسید با اون قسمت کنم.